سلام بر شما دوستان گرامی. اینک ما سلسله درس های آموزش زبان انگلیسی را با درس نخستین درباره الفبای زبان انگلیسی آغاز میکنیم. این سلسله درس ها برای افراد سین های گوناگون از کودکان گرفته تا بزرگسالان در نظر گرفته شدند و به همین خاطر هم ما از آوردن جزئیات زیاد درباره خصوصیت های دستوری یا گراماتیکی کلمه ها و جمله ها در این درس های اول خودداری میکنیم، اما با گذشت زمان ما درباره خصوصیت های دستوری یا گراماتیکی کلمه و جمله ها اطلاعات بیشتری در خدمت شما قرار خواهیم داد. درس نخستی ما همون گونه که گفتم درس درباره الفبای زبان انگلیسی است. الفبای زبان انگلیسی 26 حرف دارد. حالا به شما جدول الفبای زبان انگلیسی را پیشنهاد میکنم. در این جدول در ستون اول شکل چاپی حرفها آورده شدند به شکل حرفهای کلان و خرد. در ستون دوم شکل نوشتاری حرفها آورده شدند. در اینجا هم به شکل کلان و خرد. در ستون سوم نام حرف آورده شده است و در ستون چهارم آوا و صدایی که حرف ifade میکند. حالا ببینیم در ستون اول اینجا حرف A به شکل کلان و به شکل خرد آورده شده است و شکل نوشتاری حرف A اینجا و شکل نوشتاری حرف A به شکل خردش. اینجا نام حرف است به زبان روسی A و به زبان انگلیسی هم میبینید نوشته شده A. و در ستون چهارم شما میبینید صدا یا آوایی را که حرف A ifade میکند، یعنی ا. اینجا حرف B را میبینید B که میبینید در اینجا آوازی B را ifade میکند. حرف C همچنان به شکل نوشتاری و اسم حرف اینجا C و صدایی که این حرف ifade میکند صدای K. D که D را ifade میکند. E که E را ifade میکند. حرف F که F را ifade میکند. حرف G که G را ifade میکند. حرف H که H را ifade میکند. حرف I که E را ifade میکند. حرف J که J را ifade میکند. حرف K صدای K را ifade میکند. حرف L صدای ل را ifade میکند. حرف M آواز م را ifade میکند. حرف N آواز ن را ifade میکند. حرف O که آواز آ را ifade میکند. حرف P که آواز پ را ifade میکند. حرف Q که صدای Q را ifade میکند. حرف R که صدای ر را ifade میکند. حرف S صدای س را ifade میکند. حرف T که صدای ت را ifade میکند. حرف U که آوازهای او و یو را ifade میکند. حرف V که صدای و را ifade میکند. حرف W که صدای و را ifade میکند، اما این و که W ifade میکند کمک به او نزدیک است، یعنی لبها را پیش میاریم و و تلفظ میکنیم. و حرف X که صدای X را ifade میکند و حرف Y که صداهای ای و ی را ifade میکند و حرف Z که صدای ز را ifade میکند. همان گونه که دیده می شود الفبای زبان انگلیسی 26 حرف دارد. بعضی از این حرفها خود به علاهیدگی و یا در همراهی با حرفهای دیگر چند صدای دیگر را نیز ifade میکنند که ما در این باره در درس‌های بعدی برایتان اطلاع خواهیم داد.
امیدوارم این درس ها مورد پسند شما قرار گرفته باشند. اگر چنین باشد تکمه لایک را لطفاً پخش بکنید و نظرات خویش را درباره این درس ها در زیر این ویدیوها برای ما بنویسید تا اینکه ما در آینده بتوانیم با استفاده از نظرهای شما کیفیت این درس ها را برایتان بهتر کنیم. خدا نگهدار شما.